دوباره بفهم. محسن عبداللهی هستم، 44 سالمه. بعد اوایل کرونا که اومده بود تو ایران، هنوز اعلام نکردم، دچار بیماری کرونا شدم و کرونا حمله کرد به عضلات قلبم و روز به روز قلبم از بین رفت و ایف قلبم رسید به 25%، بعد رسید به 15%، بعد رسید به 10%. مجبور شدم که از یه دیوایسی به اسم الود یا همون قلب مصنوعی که این کنترلرشه با 2 تا باتری کار میکنه، از اینجا که رفته داخل شکمم به قلبم. بعد این همون به اصطلاح خود شبیه ساز قلب در حقیقت. 2 سال الان از این دستگاه دارم استفاده میکنم. سیمیلیتر میکنه در واقع. دقیقاً شبیه ساز قلب دیگه. حالا پمپاژ خون و همه چی رو با این مانیتور میکنم، میبینم و خب یه پمپ هم داخل هست که خون رو دائم داره میچرخونه. من هفته 2 جلسه باشگاه بدنسازی میرم و ماهی 2 بارم کوه میام. و از کی در این کوه میاد؟ من والا 1 سال بعد از اینکه این دستگاه رو گذاشتم تو بیمارستان بستری بودم، توی ایزوله بودم. یعنی الان حدود 1 ساله که وقتی من از بیمارستان اومدم بیرون فهمیدم، یعنی به خودم گفتم که تو باید یه کاری بکنی که خیلی 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 بزرگتر از حد و توانایی که داری باشه. این که تصمیم گرفتم ورزش کنم تا همه دنیا ببینن، همه آدما ببینن که حتی میشه قلب نداشت و ورزش کرد، حتی میشه. پزشکان نظرشون چیه؟ پزشکان خیلی اول که خوشحالن که دستاورد بالاخره اوناست که همچین عملی رو انجام دادن، از این جهت خوشحالن. از یه بابت هم نگرانن، میگن هر از گاهی خیلی مواظب خودت باش، فشار نیار به خودت. ولی خب اون عزم و اون نیرویی که تو وجود من هست و اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نیست. کسی هست که همچین حالتی رو داشته باشه کل دنیا؟ تو ایران ببین 28 نفر با این قلب زندگی میکنن که اونا همشون مثلا یه 3-4 تاشون هستن از من جوان‌ترن، باقی از من سنشون بیشتره. نه هیچ کدوم ورزش نمیکنن، نه تو آسیا، نه توی اروپا، نه تو امریکا. چرا تو امریکا یه پسری هستش اونم الود داره، اونم با باشگاه بدنسازی میره ولی خب حالت نرمش انجام میده، وزنه نمیزنه. و من این کارم کردم و این پیجم هم راه انداختم که آدما ببینن. باشه، من پیج شما رو معرفی میکنم. صفحه مشاور پزشکی رایگان هستیم، دکتر سیامک قوام. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. خیلی وقتتون رو گرفتم. خواهش میکنم.